درود بر شما. من بهناز هستم، راهنمای شما در این سفر. میخوایم با هم یک مراقبه انجام بدیم تا از کالبد فیزیکی به کالبد نوریمون سفر کنیم و به موجودیت اصلیمون آگاه بشیم. این که ما این جسم نیستیم و این بدن فقط یک وسیله ارزشمند هست برای این سفر و زندگی زمینی. لطفاً در جای آرام و ساکت دراز بکشیم. این مدیتیشن در حالت درازکش انجام میشه. پس ازتون خواهش میکنم که بهترین جا رو انتخاب کنین. بدنتون رو کاملا ریلکس کنین. یک حالت درازکش کاملا ریلکس و آروم. دست ها رو به سقف باشه و پاها رو کمی از هم فاصله بدین. هر وقت آماده بودین پلک هاتون رو ببندین. حالا با هم چند نفس عمیق میکشیم. دم، بازدم، دم، بازدم، دم، بازدم. حالا با هم به صورت ذهنی چند مرتبه مانترای اوم رو تکرار میکنیم. لطفاً به صورت ذهنی انجامش بدین. اوم، 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 همینطور که آرام و رها دراز کشیدین، دقت کنید به دمای محیط اطرافتون. ببینید که دمای محیط چطوره؟ سرده؟ اگر سرده چقدر سرده؟ گرمه؟ دقیقاً چه جور حرارتی رو احساس می‌کنین؟ دقت کنید تو محیط اطرافتون چه صداهایی میاد. حتی به فاصله این صداها دقت کنید که چقدره. به صداهایی که از دور میاد دقت کنید. صداهای نزدیکتر. به سرمایی که هنگام ورود هوا به بینیتون جریان پیدا میکنه دقت کنید. به گرمای بازدم چه احساسی داره؟ حسش کنید.
حالا تصور کنین بدن شما، تمام بدن شما یک حریر بسیار لطیف و سبک در مسیر یک نسیم ملایمه. کاملا سبک و آرام. انگار بدنتون هیچ وزنی نداره، هیچ گرفتگی و گره‌ای نداره. شما انگار در آرامترین حالت ممکن قرار گرفتین. آرام و رها. حالا شما و یک کالبد فیزیکی کاملا رها و آرام در حالت دراز کشین. ازتون میخوام تجسم کنین دست راستتون رو، تمام دست راست. تجسم کنین که انگار دست راستتون وجود نداره. شما دست راست ندارین و جای اون نوره، یک نور سفید و درخشان. همینطور که در حالت تجسم قرار گرفتین، حس کنین که دست چپ ندارین. حس کنین تمام دست چپ شما ناپدید شده و جای اون نوره. حالا به پای راستتون توجه کنین. شما پای راست ندارین و به جای اون یک نور سفید و درخشانه. توجهتون رو بیارین به سمت پای چپتون. تمام پای چپ ناپدید شده و به جای اون نور سفید و درخشان قرار گرفته. قسمت میانی بدن، تصور کنین شکم، سینه، کمر و ستون فقرات ناگهان ناپدید میشن و جای اون نور سفید و درخشان قرار میگیره. توجهتون رو بیارین به سمت گردن و تمام سر. این ناحیه ناپدید میشه و جای اون نور قرار میگیره. حالا حس کنین تمام بدن شما ناپدید شده و شما یک نور کاملا شفاف و درخشان هستین. نوری که با هر تنفس درخشانتر و پرنورتر میشه. تجسم کنین شما یک نور درخشان و زیبا هستین. این وجود واقعی شماست. نوری پاک از جنس نور الهی.
تنفس‌های آروم رو ادامه بدی و کاملا به کالبد نوریتون آگاه باشین. در این لحظه ازتون میخوام شکرگزار خالق هستی باشین و به نور وجودتون آگاه تر از همیشه. با خودتون به صورت ذهنی تکرار کنین: اکنون این من هستم. من نور هستم. من توسط خالق مهربانم محافظت می شوم. از تمام تاریکی ها و نیروهای منفی. خدایا، از اینکه به من موجودیتی پاک و نورانی دادی سپاسگزارم. خدایا، از اینکه از من محافظت می‌کنی سپاسگزارم. خدایا، از اینکه من رو خلق کردی و به من نعمت‌های بیشمار دادی سپاسگزارم. خدایا، بابت هدیه زندگی از تو سپاسگزارم. من تلاش میکنم در این سفر زمینی از نور پاک و الهی درونم محافظت کنم. خدایا، از تو هم میخوام از وجود نوری من محافظت کنی. حالا یک نفس عمیق بکش. دم. بازدم. دم. بازدم. هر وقت آماده ای خودت رو آرام آرام در اتاق مراقبه تجسم کن. دست و پات رو کمی تکون بده و به کالبد فیزیکیت آگاه باش. به جهان ماده خوش اومدی. نور و برکت در مسیر تو.